نمایش‌ها در سال 2004 در برلین بود و 20مین آن امسال امروز در شهر زیبای هانوفر است. حضور قابل مشاهده و قابل لمس زنان در فضای سیاسی کشور و آمادگی آنان برای همکاری و ائتلاف سیاسی و استقلال نظری آنها چنانکه در انتخابات اخیر دیدیم در حال دگرگون کردن فرهنگ سیاسی ایران است. راه بی خشم و عتاب است، نه کسی فرصت تو را باور کدام است، نه که بر زن لذت دنیا حرام است. شماها را دوست دارم و تا آخرین نفسم از شماها پشتیبانی خواهم کرد. زنده باشید. این سمینار که امسال 20مین سالگردش بود مصادف شده بوده با مثلا حوادثی توی جامعه ما میگذره توی ایران. حوادث از این طرف میل مردم، گرایش مردم، خواست مردم هستش به آزادی، به رهایی و مثل آزادی از استبداد و از یه بعد خوب کشتاره در یک فضای دوگانه‌ای بوده. ما از این طرف خب برامون خیلی هیجان زده بودیم که توی ایران این اتفاقا مردم اومدن تو خیابون‌ها بعد 30 سال و در این شکل گسترده. از این طرف دیگه هم خبرا که میشنیدیم دنبال می‌کردیم، همش می‌خواستیم ببینیم که چی می‌گذره با اینها. اخباری بود که از سرکوب گزارش میداد، از کشتن مردم و این ما رو خیلی متاثر می‌کرد. بعد در یک فضای بسیار عجیب غریب، یعنی بی سابقه بود این سمینار پیش رفت، ولی ما امروز یه راهنمایی کردیم و این راهنمایی خیلی یه جوری ما کمک کرد که یه جوری این چیزی که تو این روزها این همش از فکر متوسطه هستیم مردم تو ایران کشته میشن، ما دلمون می‌خواست، ما خودم دلم می‌خواست که الان ایران بودم. سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گل و گندم داره میاره. توی سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان. یه جنگل ستاره داره جان جان
یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان. کلاً من این دوره رو یه دوره‌ای میدونم که بالکل با دوره‌های دیگه متفاوته، یعنی یک نقطه عطف تاریخیه، چه پیروز بشیم چه پیروز نشن مردم ما، ولی یک نقطه عطف مهمیه در تاریخ معاصر جامعه ما. از این جنبه که وقتی که من تظاهرات تو ایران میبینم که چه تفاوت عظیمی دارن با اون دورانی که ما از زندان در آمدیم، با اون دورانی که انقلاب ما با خواست انقلاب رو داشتیم و تو خیابونا میرفتیم. صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور، صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور، کوها لاله زارم آفتابو میکارم، تو کوها دارم گل 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 آفتابو میکارم، توی کوهستون دلش بیداره. چون ما همه در ناراحتی شدید بودیم دیروز که باید یه کاری بکنیم و به این ترتیب این ایده رو در حقیقت اولین بار به ذهن من رسید از دوستانی که در آمستردام در وسط شهر نشستن، ویجیل کردن با شمع و در اعتراض بودن. ما از اینجا حرکت کردیم که بلا فاصله بعد از پایان برنامه کنفرانس ما همین کار رو انجام بدیم. دوستان بلا فاصله همه همکاری که هست، چیز خیلی عجیبه، برای اینکه همه ما در حقیقت به این مسئله درگیر هستیم، همون در جوش و خروش این مبارزه هستیم و ما تونستیم این تظاهرات همگی با هم برگزار کنیم. توی سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل